سلام به همه. تو دنیای امروز که آزمون‌های مهم و سرنوشت ساز آنلاین شدن، یه بازار پنهان از تکنولوژی هم به وجود اومده. تکنولوژی‌هایی که برای دور زدن سیستم‌های امنیتی طراحی شدن. امروز می‌خوایم با هم یکی از همین ابزارهای خیلی جالب رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم چطور کار می‌کنه. خب، بیایید شروع کنیم. این سوال اصلیه، نه؟ یعنی وقتی همه چیز از راه دور انجام میشه، این دیوارهای امنیتی دیجیتال واقعاً اونقدر که به نظر میاد محکم هستن؟ این بررسی دقیقاً میخواد به همین سوال جواب بده. ببینید، برای میلیون‌ها نفر تو کل دنیا، این اسما فقط یه امتحان ساده نیستن. اینا دروازه‌هایی هستن برای ورود به دانشگاه‌های خوب، برای گرفتن یه شغل بهتر. فشار برای موفقیت خیلی خیلی زیاده و دقیقاً همین فشاره که از یه طرف باعث شده سیستم‌های امنیتی پیچیده‌تر بشن و از طرف دیگه یه عده رو به فکر دور زدن این سیستم‌ها بندازه. این نرم افزارها خط مقدم دفاعی برگزار کننده‌های آزمونن. میدونید، مثل یه مراقب مجازی عمل میکنن که تمام فعالیت‌های کامپیوتر شما رو زیر نظر داره. از برنامه‌هایی که باز هستن گرفته تا سخت افزارهایی که به سیستم وصلن. اینا همون قفلی هستن که قراره جلوی تقلب رو بگیرن. و خب، هر جا قفلی باشه، همیشه کسایی هم پیدا میشن که سعی میکنن کلیدش رو بسازن. این قیمتیه که ما برای یکی از همین دستگاه‌ها توی فروشگاه آنلاین پیدا کردیم. و اینم از خود دستگاه. این یک کپچر کارت عادی نیست. این دستگاه رو یه گروه به اسم ریموت وی ام به طور خاص برای یه هدف دستکاری کرده. تقلب توی آزمونای آنلاین. خب، اینجا دیگه وارد بخش فنی ماجرا میشیم. چطور یه قطعه سخت افزار میتونه یه کامپیوتر دیگر رو که یه نفر دیگه داره باهاش کار میکنه، از دید یه نرم افزار امنیتی پیشرفته پنهان کنه؟ بیایید با هم قطعات این پازل رو باز کنیم. بیایید ببینیم این دستگاه چطور ادعا میکنه که میتونه این کار رو انجام بده. اول از همه خود کپچر کارت. گیمرها و استریمرها احتمالاً با این دستگاه‌ها آشنا هستن. کارشون اینه که تصویر خروجی یه دستگاه رو میگیرن و به عنوان ورودی به یه کامپیوتر دیگه میدن. حالا میرسیم به قسمت حیاتی ماجرا. شبیه ساز EDID مثل یه جور پاسپورت جعلی برای سخت افزار عمل میکنه. نرم افزار آزمون معمولاً اتصال کپچر کارت رو تشخیص میده و اون رو یه مورد مشکوک میدونه. اما این قابلیت کپچر کارت رو توی لباس یه مانیتور کاملاً معمولی، مثلا یه مانیتور برند دل، جا میزنه. و این فریب یه لایه دیگه هم داره. این دستگاه نه تنها خودش رو شبیه مانیتور میکنه، بلکه سیگنال ویدیویی که از کامپیوتر دوم، یعنی کامپیوتر کمکی میاد رو طوری به کامپیوتر اصلی میده که انگار تصویر یه وبکم عادیه. حتی مدلش رو هم جعل میکنه. مثلا یه وبکم خیلی رایج مثل لاجیتک C270. واقعا جزئیاتش شگفت انگیزه. خب، حالا که قطعات رو شناختیم، وقتشه ببینیم این پازل چطور کنار هم چیده میشه تا یه توهم کامل و بی‌نقص بسازه. ببینید، سمت راست یه چیدمان استاندارد رو داریم، کامپیوتر به مانیتور و وبکم وصله. خیلی ساده. اما سمت چپ، یعنی تو چیدمان تقلب، یه کامپیوتر دوم وارد بازی میشه. اون کامپیوتر که دست یه فرد کمک کننده است، تصویرش رو به کپچر کارت میده و کپچر کارت این تصویر رو به عنوان سیگنال یه مانیتور و یه وبکم به کامپیوتر اصلی میده. این اسلاید خیلی خوب مراحل کار رو نشون میده. کامپیوتر به ورودی کارت وصل میشه. خروجی کارت به یه مانیتور وصل میشه تا همه چیز عادی به نظر برسه. و در نهایت خروجی USB کارت به کامپیوتر اصلی وصل میشه. نتیجهش چیه؟ از دید کامپیوتر آزمون و نرم افزار مراقبتی همه چیز کاملا استاندارده و هیچ دستگاه مشکوک وجود نداره. ادعا اینه که این دستگاه هیچ رد پای دیجیتالی از خودش به جان نمیذاره و سیستم نمیتونه هیچ فرقی بین این چیدمان و یه چیدمان کاملا عادی تشخیص بده. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، چند تا ویژگی کلیدی به ادعای فروشنده باعث این نامرئی بودن میشن. شبیه‌سازی یه مانیتور واقعی، شبیه‌سازی یه وبکم واقعی با شماره سریال معتبر، عدم نیاز به نصب هیچ نرم افزار یا درایور مشکوکی و سازگاری با همه سیستم عامل‌های اصلی. همه اینا برای اینه که هیچ زنگ خطری به صدا در نیاد. خب، حالا بیایید یکم از جزئیات فنی فاصله بگیریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.
این دستگاه فقط یه محصول نیست، بلکه یه نشونه از یه پدیده خیلی بزرگتره. این یه مسابقه تسلیحاتی بی‌پایانه. یه طرف ماجرا، شرکت‌های برگزار کننده آزمون میلیون‌ها دلار خرج می‌کنن تا نرم افزارهای امنیتیشون رو هوشمندتر کنن. طرف دیگه، گروه‌های مثل همین ریموت وی ام سخت افزارهایی رو می‌سازن که دقیقاً برای دور زدن همون تدابیر امنیتی طراحی شدن. هر طرف به حرکت طرف مقابل واکنش نشون میده. یه بازی بی‌پایان. و همه اینها ما رو به یه سوال نهایی میرسونه. با توجه به اینکه ابزارهایی مثل این کپچر کارت دارن ساخته و فروخته میشن، آیا اصلاً امنیت 100% تو آزمون‌های آنلاین یه هدف دستیافتنیه یا فقط یه توهمه؟ این سوالیه که آینده آموزش و ارزیابی‌های آنلاین به جوابش بستگی داره. ممنون که همراه ما بودید.